در تاجیکستان و جهان امروز 15 август چی میگذرد؟ من شعله گل خوجه شما را استودیو مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. سلام. امروز در برنامه تخریب منزل‌های همسایه فرودگاه نظامی عینی ساکنان دهه مناس میگویند مقامات میخواهند پیش از پرداخت جبران خانه‌هایشان را ویران کنند. زبار مکندن، کخنی مکندن، وخشونه مکندن، جای خوراک پزی گلک مکندن، یک خونه دم موندن تمام. امریکا جای نجات پرستان نیست. دونالد ترامپ گروه نجات پرستانی را محکوم کرد که با تظاهرات در ایالت ویرجینیا خشونت برانگیختند. و تماکو و بارود برای رسم کشی یک نقاشی جوان مصری برای غیرعادی درباره ضررآور بودن سیگار به همسالانش پیام میدهد. میخواستم هنرم عمر زیاد داشته باشد. وقتی با نمک رسم میکشیدم و در آخر آن میریخت خیلی ناراحت میشدم. فکر کردم شاید تماکو را بسوزانم تا که به قالبی اثر تاثیر کند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در رابطه با بازداشت 3 شهروند کشور در مسکو که به راهاندازی عملیات تروریستی متهمند تفتیشات را آغاز کردند. این افراد روز 14 август از سوی خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB بازداشت و با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. از این شهروندان تاجیکستان سلیمان برهانوف، سیاوش давронзода و давлатёр حاجیف نام برده می شود. خدمات امنیتی فدرالی میگویند این افراد که هواداران گروه داعش بودند میخواستند در نقلیات و مکانهای تجارتی مسکو حمله‌های مرگطلبانه انجام بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گروه نجات پرستانی را محکوم کرد که با تظاهرات در ایالت ویرجینیا خشونت برانگیختند. او روز 14 август نجات پرستی را قاطعانه محکوم کرد و گفت که برای این ظهورات در ایالات متحده جای نیست. به هر کسی که در خشونت‌های نجات پرستانه هفته گذشته جنایتکارانه رفتار کرد میگویم که شما جوابگر خواهید بود. هر کس پاداش عملش را میگیرد. آنگونه که روز شنبه گفتم ما این نمایش نفرت، تعصب و خشونت را قاطعانه محکوم میکنیم. برای این رفتار در امریکا جای نیست و آنگونه که من در گذشته بارها گفتم صرف نظر از رنگ پوست ما همه بر اساس قانونهای یگانه زندگی میکنیم. از این پیش در روز 12 август هنگام تظاهرات گروهی از مردم به ضد سفیدپوستان نجات پرست 1 نفر ماشین خود را برای آنها راند و 1 کس را کشت و 19 نفر دیگر را مجروح کرد. راننده 32 ساله دستگیر و به قتل متهم شد. کیم چین این رهبر کره شمالی تصمیم گرفته است برنامه حمله به جزیره گوام در اقیانوس آرام را به تأخیر اندازد. جزیره مذکور تابع آمریکا سرچند به قلمرو آن شامل نمی شود. در جزیره گوام پایگاه‌های نظامی آمریکا جایگیرند و از این پیشتر فرماندهان کره شمالی گفتند که برنامه حمله موشکی به گوام را برای تصویب به رهبر کشور می سپارند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. ساکنان جزیره گوام در غرب اقیانوس آرام و بقیه جهان به قول می توانند نفسی سبک بکشند. تهدید کره شمالی گذشت ولی هواپیماهای آمریکا همچنان در حال آماده باش قرار دارند. بابی تایتانا ساکن گوام باور دارد که نظامیان ایالات متحده قدرت و توانایی محافظت آنها از موشک‌های کیم چین این را دارند. با نظر داشته آنچه که درباره این آدم خوانده ام او به همه چی قادر است. اگر قرار کرده است که به گوام ضرر نرساند پس به منفعتش است. روز سه‌شنبه معلوم شد که رهبر کره شمالی کیم چین این برنامه هدف گرفتن گوام با موشک‌های میانه پرواز را به تأخیر انداخته است. او با فرماندهان نیروهای مسلح صحبت کرده و گفته است تا چند وقت دیگر رفتار آمریکا را می‌بیند و سپس قرار نهایی را قبول می‌کند. هفته گذشته فرمانده نیروهای استراتژی کره شمالی کیم راکگیام گفت دستور برای حمله موشکی به گوام را در میانه‌های ماه اوگوست به دست رهبر کشور می‌سپارد. با نظرداشت خریطه‌ای که کیم چین این و گنرال‌هایش نگاه دارند، موشک‌هایشان در ناحیه سیمپا در ساحل‌های شرقی کره شمالی جای گیرند. آزمایش‌های موشکی را نیز از همین جا انجام می‌دهند. در نقشه خط حرکت موشک‌ها به سمت گوام کشیده شده است.
روز دوشنبه جوزف دنفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت کشورش قادر به محافظت نیم جزیره کره و هم جزیره گوام و هاوایی است، اما با گفته او هدف این است که با استفاده از راههای اقتصادی و دیپلماتی کیم چن این و کشورش را وادار کنند که از آزمایش‌های موشکی و ساخت بمب اتمی دست بکشند. برمیگردیم به تاجیکستان. در پیوسته کردن مساحت فرودگاه عینی منزل دهها ساکن دهه مناسی شهر حصار ویران کرده می شود. در حالی که تخریب منزل ها قسما شروع شده است، ساکنان میگویند که جای برای رفتن ندارند، ولی به گفته مقامات کاری آنها در اساس قراری حکومت صورت میگیرد و ساکنان از قبل برای ترک منزلشان آگاه شده بودند. فرزان محمدی با جانب‌های بحث صحبت کرد و این گزارش را فرستاد. 24 ساعت گفتم وقت آمدن تراکتورش، یا تراکتورش به انصاف بوده گشت رفت. دویمگیش آمد میگه من کار ندارم، من چپه میکنم، حاضر گیره نگیره همه‌شو چپه میکنم. منزل دهها ساکن دهه مناسی شهرک حصار که در همسایگی با فرودگاه نظامی عینی زندگی میکنند ویران میشود. در نوبت اول 22 حولی و در مجموع قرار است حدوداً 70 حولی ساکنان باید هموار گردد. مقامات حصار گفتند که برای ساکنان 5 ساطح زمین جدا میکنند و تدریجاً به آنها تا ساختمان منزل نو اجاره پولی میدهند. به گفته ساکنان حکومت آغاز ماه اوگوست برایشان از دیگر مکان شهر حصار زمین جدا کرده بدون پرداخت حق منزل طلب کردند که به زودی خانه‌هایشان را خالی کنند. من امیر روز اومدم مردکو زبور ما کندن، کخنی ما کندن، وخشونه ما کندن، جای خوراک پزی گلاک ما کندن، یک خونه دا موندن تمام. همه اگرات پگرات درخت رختن جزیز باشید. اینا میگن در همین خونه زندگی که ایست شما بکنی با کی پول شوا ما چه خیلی کنی. بخت نیسا 8 فرزند دارد و شوهرش در مهاجرت کاری است. حالا حیران است در خانه نیمه ویران چگونه زندگی و بی پول چطور منزل نو بنیاد خواهد کرد. آدم‌ها خونه‌هاشون سیل میبره یارداش میرن خونه ما را کنده است. اینا نمیدونن چیکار کنیم وقتا. اینا پسودم اصلا در این حوالی چه خیلی کنم من. مقامات برای آزادی گفتند کار بر اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد و ساکنان را قبلا آگاه کرده بودند که منزلشان را ترک کنند. مبلغ برای منزل ساکنان جدا شده به قول مقامات برای پرداخت آن تنها بعضی رسمیات باقی مانده است. مبلغ جدا شده برای 22 منزل ساکن جماعت شراره بوده نزدیک 4.5 میلیون سامانی را تشکیل میدهد که آن را مرحله به مرحله میپردازند. 22 اویله فقط همین 22 همگی 6 تا خانه ای دیگه همش حولی ای اگرات ای که اوجا یگون خیلی احتیاجات نیست. 200 300 هزار نرخ‌گذاری کرده خانه و 200 هزار که همین روزا دولت هم زمینش داست هم پولش جدا کرده نرخ‌گذاری شده است. مساحت فرودگاه نظامی عینی باید تا 250 هکتار وسیع شود. این فرودگاه یکی از انشاءات‌های استراتژیکی تاجیکستان به حساب رفته و گفته مقامات میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز مطابق می‌شود. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. در پی وسیع کردن مساحت این فرودگاه حدود 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کوچانده می شوند. برنامه را ادامه میدیم. در ولایت ختلان دزدی یک دستیاری مردمی کشاورز و هم روستا ساکنان منطقه را نگران کرده است. آنها میگویند افرادی نامعلوم از نزد اولیهایشان کمک رسانی چرپای آنها را میربایند و کشته و پوست میکنند. همکاران ما که این موضوع را پیگیری کردند میگویند تا هنوز روشن نیست که کدام گروه و با کدام مقصد به دزدی خرهای ساکنان مشغولند. خالچوب برای خر دیگه خر نداریم، هم خرها را هر دوشم هم خیر کردیم. این خلچوب با علی احمد به گفتهش تا خیلی وقت در کار نمی شود. صاحب خرجیم با خلچوب در کار نیست. چند وقت پیش 2 خر او را دزدیدند و بعد جستجوی جسد آنها را پوست کنده در غار نزد روستا پیدا کرد. در دشت در بند بستگی بود. یک خر بندش بریده، همراه بندش بریده، خر دیگر از گلمیخ از زمین برکشیده گرفته همراه بند بریده، حتی بندهای را هم نگذاشتند. ساکنان روستاهای ولایت ختلان این روزها بیشتر به این حادثه ها روبرو می شوند و نگرانند که مراجعت پیوسته آنها به مقامات نتیجه دلخواه نداده است. گفتن دلیل نیست
یک چند مراتب کردن گفتن خیلی ما نیفتیم. در روستاهای ولایت ختلان که اکثرا مردم آن چاروادار و کشاورزند، برای کارهای هر روزه این حیوان چارپای بارکش مهم حساب می‌یابد. بنابراین از دست دادن آن برای آنها تلفات است. قریب در هر یک خانه این روستاها اقلاً یک خر نگهداری می شود. یگانه حیوانی کاری می باشد که برای منفعت همه مردم همین روستا ده خدمت میکنند. با واسطه آن آب میارن، با واسطه آن دیگر هیزم میارن، دیگر کاراشون اجرا میکنند. حسن چند روز اخیر خرش را میجست. خبر هلاکت خرهای همسایه را شنیده به تشویش افتاده است. یک هفته پیش می شود که 9 خر همینجا ده کشته شده. پوست کرده گرفته رفت. ساکنان دهه بلکدشت ناحیه دنغره میگویند تاجران چینی از بعض ساکنان خرهای از پا افتاده آنها را به خاطر پوستشان خریدند. از این رو با اشاره به شیوه های کشتار خرها این حادثه ها را به رواج تجارت پوست آن نسبت میدهند. با گفتی به شنیدی ما یک دانه پوست تا $200 قیمت داشته است، آنها برده با کسی سودا میکنند. در حالی که به درآمدناکی تاجران پوست خر اشاره می شود، ساکنان از ضرر مالی خود می گویند. آنها طلب دارند دزدان بازداشت شوند و از حساب آنها ضررشان جبران گردد. یک خر تا 700 سومانی نرخ دارد. از کجا در این شرایط معین خریدن خر هر روز هم امکانات نیست. در بازار چین نرخ پوست یک خر تا $463 بالا رفته است. از قدیم در طب عنعنوی چینی از آن دوای می‌سازند که در جهان با نام اتزیاو مشهور است. آن را برای خوب کردن گردش خون، بلند برداشتن ایمونیتت و نگاه داشتن لطافت انسان استفاده می‌برند. چین برای تامین بازار داخلی از کشورهای گوناگون این حیوان را می‌آورد. اگر از هندوستان و پاکستان آن را زنده بیارند، از کشورهای مثل روسیه، ازبکستان، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان تنها پوست آن را وارد می‌کنند. و یک جوان مصری رسام راهی نو و مفید استفاده سیگار را پیدا کرده است. اثرهای او با تماکو و باروت روی کاغذ آفریده می شوند. او میگوید با این وسیله غیر عادی پیام میدهد که کشیدن سیگار به سلامتی ضرر دارد. این دانشجوی 27 ساله عبدالرحمن الابروک نام دارد. در اسکندریه زندگی می کند و در وقتهای خالیش با تماکو و باروت نقاشی می کند. با شکستن سیگار ابروک کوشش می کند که از آن حداقل یک چیزی مفید را بیرون بیارد. هنر او که در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شده است به مردم پسند است. تا آن دمی که من در فیسبوک هنر خود را به نمایش نگذاشتم، هیچ کس شبیه این را ندیده بود. اولین شرح چنین بود: استفاده مفید تماکو، پیامی عادی و این هم درست است، زیرا من می‌خواستم از چیزی که ضررآور دانسته می‌شود با فایده استفاده کنم. بالاخره من اصول را پیدا نمودم. شرح‌هایی که می‌گیرم یک رنگند، یعنی تماکو مفید شد. من خوشبختم که با آسانی توانستم فکر خود را برسانم. الابروک آدمان و جانوران را نقاشی می کند. قبلا برای این کار از قهوه، ریگ و نمک استفاده می کرد که زیاد نمی پاییدند. می خواستم هنرم عمر زیاد داشته باشد. وقتی با نمک رسم می کشیدم و در آخر آن می ریخت خیلی ناراحت می شدم. فکر کردم شاید تماکو را بسوزانم تا که با قالبی اثر تاثیر کند. من سنجیدم. هرچند تا حال نتیجهش خوب نبود، ولی به هر حال مهارتم را صیقل می دهم. وقتی الابروک قالبی رسم را با تماکو می کشد، باروت را می ریزد و رسم را می سوزاند. همین طریق صورت در روی کاغذ می چسبد. حجم صورت هر قدر کلان باشد، سیگار زیادتر استفاده می شود. برای یک اثر، ابروک می تواند که تا 4 قطعه سیگار را صرف کند. و خبر ورزشی هم داریم. تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 2 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور با 180 امتیاز در جایگاه 151 قرار گرفته است. برزیل در فهرست نو در جای اول، آلمان در جای دوم و آرژانتین در جای سوم میباشند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی آسیا مقام 28 را صاحب شده است. در آسیا ایران در جای اول است. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 106 در ماه ایون سال 2013 و نتیجه بدترینش جای 180 در سال 2003 می باشد. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر برای همراهی. برای کار وقت نگهدار.